به قسمت 12 ایران قدیم خوش اومدید. توی قسمت 12 قراره سری بزنیم به تاریخچه فالوده بستنی. بزن بریم. ریشه فالوده بستنی برمیگرده به 2500 سال پیش، یعنی دوره هخامنشیان. حالا چجوری این فالوده بستنی به وجود اومد؟ میومدن قدیم توی یخچال‌های خشتی برف و یخ رو ذخیره می‌کردن. یک ابتکاری به وجود اومدن از این برف و یخ برداشتن و گلاب و شیره انگور روش ریختن و یک چیز خوشمزه به وجود اومد. کم کم بعدش رشته و نشاسته به وجود اومد که اومدن بهره برداری کردن و فالوده امروزی به وجود اومد. توی خیلی از بستنی فروشی‌ها اینجا نام پالوده نام برده شده و شاید براتون سوال باشه چرا پالوده؟ چون که از اولش نام این دسر پالوده بوده و طی حمله اعراب به کشورمون چون که اونا پی ندارن، نام این مثل خیلی چیزهای دیگه توی فرهنگ و زبان ما تغییر کرده و به پالوده تبدیل شده. اما خیلی از بستنی فروشی‌های اینجا کار خیلی بزرگی رو کردن و نام اصلی این بستنی و دسر سنتی رو حفظ کردن. توی شیراز اگه یه بستنی خوب بخواین هر جا که باشید قطعا میتونید یه بستنی جذاب و با کیفیت پیدا کنید. اما بهترین بستنی‌های شیراز و طرفای سعدی و حافظی و زندیه دارن. من الان اومدم زندیه برگی کریمی خان و براتون قراره این فالوده بستنی زیبا و دوست داشتنی رو تست کنم و بررسی کنم و نظرمو در موردش بهتون بگم. توی زندیه وقتی شما بستنی می‌خرید به ازای اون نسترن، آبالبالو و آب لیموی رایگان و سلف هم دریافت می‌کنید و می‌تونید لذت ببرید. حجم بستنی‌هاشون هم که واقعا زیاده، برای یه نفر قطعا زیاده. بریم برای آبالبالو. واقعا آبالبالو با فالوده بستنی یه شاهکار میشه. بابا بنازم، عجب چیزیه. حالا بریم سراغ آب لیمو. ترشی آب لیمو در کنار شیرینی آبالبالو خیلی طعمشو بهتر میکنه. حاجی شاهکاره، واقعا شاهکاره. حالا یکم نسترن هم بریزیم به این ترکیب زیبا و دوست داشتنی، ببینیم با نسترن چجور میشه. طعمشو خیلی خوشمزه تر کرد. در نتیجه هر وقت اومدید بستنی فالوده شیرازی رو بخورید، آبالبالو رو بریزید که یکم شیرین بشه، آب لیمو رو بریزید که یکم ترش بشه و نسترن رو هم بریزید که یه عطر خوب بگیره، طعمش هم نقش داره و یه شاهکار فوق‌العاده به دست میاد. بابا بنازم. فالوده شهرت جهانی هم داره و در دوره صفویه به کشورهای هند و پاکستان وارد شد و هنوزم توی این کشورها هست و به نام فالودا معروف هستش. دوستانم قسمت 12 ایران قدیم رو همینجا به پایان برسونم. امیدوارم تاریخچه فالوده براتون جذاب بوده باشه. لایک کنید، کامنت بذارید و تا درود دیگر بدرود.